در زمانهای قدیم یک روستایی جلو پلاسش را برداشت و به ده همسایه رفت و مهمان دوستش شد. نه 1 روز، نه 2 روز، نه 3 روز، بلکه چند هفته آنجا ماند. یک روز که زن صاحب خانه از پذیرایی او خسته شده بوده، به شوهرش گفت: بیا فکری کنیم، شاید بتوانیم این مهمان سمج را از اینجا بیرون کنیم. با هم دیگر مشورت کردند که چه رنگی بزنند که مهمان خودش برود. زن گفت: امروز تو که از بیرون آمدی بنا کن به کتک زدن من و بگو چرا به کارهای خانه نمیرسی و هرچه میگویم گوش نمی کنی. بعد من با گریه و زاری میروم پیش مهمان، میگویم شما که چند هفته از منزل ما هستی و امروز هم میخواهی بروی، آیا در این مدت از من بدی دیده ای؟ شاید به این وسیله مهمان خجالت بکشد و برود. مرد قبول کرد و روز بعد که از سر کار به خانه آمد، بنا کرد با زنش اوقات تلخی کردن و دست کرد به چوب و بنا کرد زن را کتک زدن. زن گفت: چرا مرا میزنی؟ شوهر گفت: تو نافرمانی میکنی. زن گریه کنان پناه برد به مهمان و گفت: ای برادر، تو که چند هفته از منزل ما هستی و امروز دیگر میخوایی بروی، آیا از من بدی دیده ای؟ مرد مهمان با خونسردی گفت: من که چند هفته از اینجا هستم و چند هفته دیگر نیز خواهم ماند. از چشمم بدی دیدم ولی از شما نه.